فرسوده سوارها طرح ملی اسقاط و جایگزینی موتورسیکلت‌های فرسوده آغاز شد. این خبر رو رئیس ستاد نوسازی ناوگان حمل و نقل رسانه‌ای کرده و میگوید صاحبان موتورهای فرسوده در سامانه ستاد نوسازی به نشانی NNHK.IR ثبت نام کنند. در حال حاضر از 14 میلیون موتورسیکلتی که در کشور تردد دارند 11 میلیونش فرسوده است. برای موتورسیکلت‌های بنزینی معادل 8 میلیون و 750 یارانه در نظر گرفته شده بعد از اینکه اسقاط موتورسیکلت انجام میشه. برای موتورسیکلت‌های برقی 26 میلیون یارانه در نظر گرفته شده برای جایگزینی و اسقاط موتورسیکلت انجام میشه. در کنار اون 150 میلیون برای موتورسیکلت‌های برقی تسهیلات در نظر گرفته شده. برای موتورسیکلت‌های بنزینی 120 میلیون تسهیلات در نظر